سلام دوست عزیز، به کانال رزین آنلاین خوش اومدی. امروز هم اومدیم با آموزش زیورآلات یلدایی. خب برای این کار ما از فیلم های برنجی استفاده کردیم که به مقدار تقریبا 3 گرم رزین رو ما میایم با 1.5 گرم هاردنر خوب ترکیب میکنیم. قشنگ هم میزنیم که رزین و هاردنر خوب با هم دیگه ترکیب بشه. هم زدن رو هم گفتیم آروم باید انجام بدیم که حباب داخل رزینمون ایجاد نشه. ما به یه سری استیکرهای انار اینجا نیاز داریم که این استیکرها تو مغازه ها و لوازم های هنری هستن. نیاز به یه مقدار اکریلیل قرمز داریم که برای داخل کارمون باید استفاده کنیم. اگه کانالمو دوست دارین و آموزشامو خوشتون میاد، ممنون میشم که کانالمو سابسکرایب کنین، به دوستاتونم معرفی کنین، زنگوله‌رم فعال کنین تا از آموزش‌های بعدیمون زودتر با خبر بشین. ممنونم که با لایک و کامنت گذاشتن بهم انرژی میدین. خب بریم برای ادامه کارمون. ما میایم گفتیم مقداری رزین و هاردنر رو که با هم دیگه ترکیب کرده بودیم داخل این فیلم ها میریزیم، جوری که تمام سطح فرممون با این رزین و هاردنر ترکیب بشه. تقریبا تا نیمه های فرممون باید این رزین رو بریزیم، یعنی خیلی پر نکنیم، چون که لایه بعدی باید استیکرم بذاریم و دوباره روش رزین بریزیم. پس تقریبا تا نصفه که استیکرمون با رزین پر شد ما میتونیم دیگه بذاریم کنار تا خشک بشه. خب الان گفتیم که این رزین رو قشنگ به اطراف فرممون پخش میکنیم که جایی از کار ما خالی نمونه. یه نکته این که رزینمون رو اگه بذاریم یه مقدار غلیظ‌تر بشه و داخل فیلممون بریزیم خیلی بهتره. خب بعد از اون ما نیاز داریم که یه مقداری اکریلیل داخل این فیلم ها بریزیم. گفتیم رزینمون رو میذاریم تقریبا یه رو 20 دقیقه که گذشت و یکم به غلظت رسید، داخلش یه مقداری اکریلیل قرمز اضافه میکنیم که ما همون اول کارم میتونستیم اکریلیل داخل رزین ترکیب کنیم، با هم دیگه هم بزنیم، بعد داخل فیلمامون استفاده کنیم، اما اشکال نداره. حالا من اومدم اول رزینم رو ریختم، بعدش اکریلیلا رو جدا روش ترکیب میکنم. اکریلیلامون هم بعد تمام فرممون رو بگیره، یعنی جایی از فرم ما خالی از اکریلیل نمونه. هرچی اکریلیلمون بیشتر بشه و پرتر بشه، این زیورآلات ما زیبایی بیشتری خواهد داشت. خب همچنان این اکریلیل و اینا رو میریزیم و میذاریم که این فریم های ما قشنگ بمونه تا خشک بشه. بعد از اینکه کامل اکریلیلمون پر شد باید بذاریم یه 24 ساعت بمونه. بعد از اینکه کاملا خشک شد ما میتونیم این استیکرهای طلای انار رو داخلشون کار کنیم. حالا یه مقداریش رو میتونیم با خلال دندون اکریلیلا رو داخلشون کار کنیم. میگم اگه همون اولم اکریلیل رو که داخل لیوان رزین و هاردنر داشتیم اکریلیل رو باهاش ترکیب میکردیم و داخل این فیلم ها میریختیم، اون مدلی هم اشکال نداشت، اونجوری هم خوب میشد. اما حالا من چون اول رزینم رو ریختم دیگه حالا اکریلیل رو روش میریزم و اینجا داخل فیلم با هم دیگه ترکیبشون میکنم که خوب با هم قاطی بشن. گفتیم همه قسمت های فیلممون رو با اکریلیل پرشون میکنیم. این ستای خوشگل رو میتونی یاد بگیرین و واسه شب یلدا خودتون
برای خودتون یا عزیزانتون درست کنین. حتی میتونین این زیورالات خوشگل رو به عنوان هدیه به عزیزانتون تقدیم کنین. یا میتونین با لباسهای خوشگل این زیورالات رو ست کنین و تو هر مهمونی یه زیبایی خاصی داشته باشین و متفاوت‌تر از بقیه بدرخشین. مرحله آخرم یه فندک میگیریم که اگه حباب‌های ریز روی کار ما بود از بین بره. بعد از اون میتونیم روشون لیوان بذاریم که گرد و غبار یا پرز روی کار ما نشینه و کارمون خراب نشه. خب میذاریم 24 ساعت میمونه کامل تا خشک بشه. بعد از 24 ساعت این لای اول ما خشک شده. خب برای این کار ما باید استیکرامون رو که میخوایم بچسبونیم میایم اول یه مقداری رزین رو با هاردنر ترکیب میکنیم و یه مقدار خیلی کم روی این زیورالاتمون میریزیم و بعد فیلم ها رو میذاریم که بهش بچسبه. یعنی زیر این استیکرامون با یه مقداری رزین بریزیم که بچسبه و بعد بتونیم لایه دوم رو روش رزین شفاف بریزیم تا مهدب بشه. الان من این استیکرام آماده است و باید بذارم که روشون رزین بریزم. خب همونجور که گفتیم یه مقداری رزین رو به مقداری که با ماشین حساب رزین باید حساب کنیم که تو مرحله های قبلی و آموزش های قبلی توضیح دادم در موردشون، میایم رزین و هاردنر رو ترکیب میکنیم و روی این فیلم همون میریزیم. قشنگ و با احتیاط باید این کار رو انجام بدیم که رزین به اطراف کار ما نریزه و دور فرممون رو خراب نکنه. آروم و با احتیاط این کار رو انجام میدیم. برای اینکه سطح کار با مهدب و برجسته تر و قشنگ تر بشه باید بذاریم رزینمون به غلظت برسه. یعنی یه مقدار غلیظ‌تر که شد به صورت قطره این رزین رو هاردنر رو روی سطح کارمون میریزیم که حالت مهدب و شفاف بشه کارمون. سطح کارمون هم حتما باید قبل از انجام کار تنظیم کنیم که تراز باشه، چون اگه سطح کارمون تراز نباشه ممکنه که کارمون بد بشه، یه مقداریش پایین یا بالا بشه و کار ما رو خراب کنه. پس این نکته رو هم در نظر داشته باشین که سطح کارتون حتما باید تنظیم باشه. دمای محیط اتاقتون هم حتما باید 28 درجه تا 30 درجه سانتیگراد باشه، یعنی اتاقتون گرم باشه. خب آروم گفتیم رزین رو روی همه فیلمامون میریزیم به صورت قطره‌ای. مرحله آخر دوباره یه فندک باید بگیریم که اگه حباب‌های ریزی روی کار ما بود با حرارت فندک از بین بره و یه سطح تمیز و شفاف و براقی داشته باشیم. فندک رو خیلی از نزدیک نگیرید چون که احتمال داره که رزینتون بسوزه. خب دوباره روشو یه لیوان میذاریم که گرد و غبار نشینه. خب 24 ساعت موند کاملا خشک شد. الان این فیلم های ما آماده شده و آماده است که زنجیر و اتصالاتشون رو به هم وصل کنیم. خب برای این کار ما به زنجیر برای گردنبند نیاز داریم، به یه سری حلقه ها برای گوشواره نیاز داریم
و همچنین زنجیر آسانسوری برای دستبند که وصل کردن این اتصالات هم خیلی راحته. با همین پیچ و حلقه ها میتونیم قشنگ اینا رو به هم دیگه وصلشون کنیم و یه زیورآلات خوشگل برای خودمون درست کنیم. ممنون میشم که کانالمو سابسکرایب کنین، به دوستاتونم معرفی کنین. آموزش های بعدیمون هم از دست ندین. برای اینکه نکات رو کامل یاد بگیرین لطفاً آموزش های قبلیمون رو هم یه نگاه بندازین و ادامهش رو با ما همراه باشین. اگه سوالی نکته‌ای داشتین تو کامنت ها حتما بنویسین، پاسخگو هستم. این زیورآلات مخصوص شب یلداه که شما میتونین هم با رنگ قرمز درست کنین برای شب یلدا و هم میتونین با رنگ‌های دیگه درست کنین برای مناسبت‌های دیگه. مثلا برای عید یا برای مهمونی‌ها میتونید زیورآلات دیگه با رنگ‌ها و طرح‌های دیگه درست کنین و با لباس‌های رنگ همون ست کنین و تو مهمونی‌ها متفاوت‌تر از بقیه بدرخشین. اگه آموزشمون رو دوست داشتین ممنون میشم که نظرتون رو واسم کامنت کنین. امیدوارم که با این آموزش یاد بگیرین و خودتون با هنر دست خودتون برای خودتون و عزیزانتون کلی زیورآلات رنگ و رنگ بسازین و تو هر مجلسی خاص‌تر از بقیه بدرخشین. اینم از دستبندمون با زنجیر آسانسوری که تو مغازه ها و فروشگاه های لوازم هنری و لوازم رزین همه جا هستن این زنجیرها و اتصالات. اینم از ست کامل و خوشگل شب یلدامون. تقدیم نگاه زیبای شما. ممنون میشم که با لایک و کامنت به هم انرژی بدین. راستی یادت نره کانالمو سابسکرایب کن، به دوستاتم معرفی کن. اینجوری به هم انرژی میدی که آموزش های رایگان بیشتری واسط بذارم.